به ایدیای خوش آمدید. ما شما را در فرایند تامین مالی حسابتان و افتتاح اولین سپردهتان راهنمایی خواهیم کرد. مراحل ساده هستند و پلتفرم ایدیای به گونه‌هایی طراحی شده است که هر تراکنش را تا حد امکان روان و ایمن انجام دهد. از داشبورد اصلی منوی کناری را باز کنید و به بخش اکسل بروید. در اینجا ایدیای بسته به اینکه از کدام ارز یا شبکه ترجیح می‌دهید استفاده کنید چندین گزینه مناسب برای واریز وجه ارائه می‌دهد. اگر می‌خواهید حساب خود را به دلار آمریکا شارژ کنید، می‌توانید از طریق شبکه‌های زنجیره هوشمند ایدیای یا گه از ارر استفاده کنید. ایدیای همچنین از واریز از طریق شبکه دیلر پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این می‌توانید موجودی ید خود را با واریز بیت کوین یا دیلر تامین مالی کنید. این تراکنش‌ها پس از رسیدن به کیف پول ایدیای شما به طور خودکار به دلار آمریکا تبدیل می‌شوند. برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند مستقیما ارز دیجیتال ارسال کنند، این پلتفرم بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، گش و گیتس را می‌پذیرد. پس از انتخاب روش خود روی دکمه دریافت آدرس کلیک کنید. پس از آن ایدیای یک آدرس کیف پول منحصر به فرد مخصوص تراکنش شما ایجاد می‌کند. این آدرس را با دقت کپی کنید یا از کد ارائه شده برای تکمیل انتقال استفاده کنید و مطمئن شوید که مبلغ دقیقی که روی صفحه نمایش داده می‌شود را ارسال می‌کنید. لطفاً توجه داشته باشید که حداقل مبلغ شارژ به روش تامین مالی انتخاب شده بستگی دارد و به طور خودکار به شما نشان داده می‌شود. همچنین انتخاب شبکه بلاکچین صحیح هنگام انجام انتقال بسیار مهم است. استفاده از شبکه اشتباه ممکن است منجر به از دست دادن غیرقابل برگشت وجه شود. پرداخت‌ها به موجودی ایدیای شما معمولاً ظرف 1 تا 2 دقیقه پس از تایید تراکنش در بلاکچین واریز می‌شوند. با این حال زمان پردازش ممکن است بسته به بار فعلی شبکه کمی متفاوت باشد. پس از تامین موفقیت‌آمیز موجودی خود می‌توانید اقدام به افتتاح سپرده کنید. برای انجام این کار به بخش افتتاح سپرده بروید و دستهایی را که برای شما مناسب است، الگیجز یا لگزیج انتخاب کنید. بسته سرمایه‌گذاری مورد علاقه خود را انتخاب کنید. لطفاً توجه داشته باشید که حداقل مبلغ سپرده به بسته سرمایه‌گذاری که انتخاب می‌کنید بستگی دارد و روی صفحه نمایش داده می‌شود. پس از بررسی گزینه‌های خود اقدام خود را تایید کنید. پس از تایید انتخاب خود سپرده شما بلافاصله فعال می‌شود و درآمد شما طبق برنامه‌هایی که انتخاب کرده‌اید شروع به افزایش می‌کند.